سلام و عید همگی مبارک. این هفته خبر تو خبر داره براتون از فک جنبونی تکراری عظما بعد از تحویل سال و اسمگذاری مسخرش برای سال 1401. امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. این تولید. البته من درخواست مؤکد دارم، سال گذشته همین رو گفتم. این شما و این یه نمونه از تولید دانش بنیان برق که کلی هم اشتغال زایی داره. elektrik istacen adam. این هم تولید قورباغه در شیشه خیارشور با شیوه های دانش بنیان. دونی داخل این قورباغه، داخل خیارشور قورباغه قشنگ نگاه کنید. آره پلوم هم هست و تاریخ هم داره، همه چیزش هم مشخص. مال شرکت کاساندا. بله. خلاصه این که عظما توی این وضعیت وزنه‌ای رو بلند کرده که پیشاپیش معلومه چه بلایی سرش میاره. آخوند رئیسی هم سوتی های نوروزی خودش رو با چند فقره قمپوز ولایی قاطی کرد و این اراجیف رو به هم بافت. نشانه های رشد و ثبات اقتصادی و افزایش چشمگیر ارزش تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی در این مدت پدیدار شده. ما تجارت با همسایگان را به نفع مردم افزایش دادیم و امروز شیب تورم در 3 ماهه آخر سال کاهنده شد. آمارها نشان می‌دهد و گواه بر این مدعاست. رئیسی از 3 ماه آخر سال گذشته اسپرد، اما ما 3 ماه رو بیخیال میشیم و میریم سراغ 3 روز آخر سال گذشته، اونم به روایت یکی از نوچه‌های عمامه‌دار خامنه‌ای. خیلی ها تماس میگیرن، پیامک میدن، قسم میخورن که نتونستن برای شب عید برای بچه هاشون یه لباسی، کفشی تهیه کنن، یا حتی بعضی میگن از داشتن خوراکی مناسب هم محرومن. خالی بندی‌های رئیسی درباره غلط‌های دولتش در سال گذشته یه چیزی تو مایه کتککاری‌های این فیلم هندی میمونه. باز هم عید نوروز شد و آخوندهای ضد شادی شروع کردن به اذیت و آزار مردم. حتی حاجی فیروزا هم از آزار آخوندها در امان نیستن. با این حال مردم به کوری چشم آخوندا نوروز رو در شهرهای مختلف جشن گرفتند، از شمال ایران گرفته
تا تهران. و بعد هم جنوب ایران. آخوندا در حالی در تله مذاکرات دست و پا میزنن و خواب برجام میبینن که کارشناسای اقتصادی خودشون اینطوری پنبه خواب و خیالهاشون رو میزنن. اروپایی‌ها که طبق تجربه قبلی نیومدن بعد از برجام اول، این دفعه هم نخواهند اومد، چون جمهوری خواه گفتن ما بیایم رو کار فوری ترتیب برجام میدیم. خب روسیه هم که تحریمه، میمونه چین فقط تو اقتصاد جهان. ما به چین که همین الان داریم نفت میفروشیم که آقا تو باید یه چیزی به من بدی که به خاطرش برجام امضا کنم این 400-500 کیلو اورانیوم جیگر طلا رو بدم بره. یعنی یه دستاورد یه چیزی. خلاصه این که آخوندا دارن آب در هاون میکوبن و یه چنین وضعیتی دارن. این آخوند مشنگم ظاهرا سوژه روزخونی کم آورده، رفته سراغ خالی بندی درباره ماهی‌های باشعور. یک نوع ماهی در اون دریای اطلس اقیانوسه که عددش در طول سال باید معین باشه. یعنی مثلا 10 میلیون در یک سال هم میشه، سال به سال 10 میلیون. اون وقت اول سال که میشه اینا باید 10 میلیون باشن، مثلا 2 میلیون اضافاً از نسل قبل. این 2 میلیون خودشون میان لب آب، خودشونو میندازن بیرون، صیادای اونجا بدون تور بدون زحمت این 2 میلیون ماهی اضافه رو میگیرن میبرن. باز سالی دیگه 3 میلیون مثلا اضافه میان. عجیبه که اینا عدد رو هم میدونن. چه شعور بالایی که جمع اینا میفهمن 3 میلیون اضافه. این آخوند بی عمامه هم که معاون آخوند رئیسیه رفت زیر پرچم کشور مالدیو ملاقات کرد و کلی خاک برسری برای آخوندا خرید. هیچ وقت نوشابه رو با قرص نعنا نخورید. اگه سوالتون شده که چرا، سکانس آخر پیک شادی این هفته رو ببینید.